در وقت جمهوریت 90% دوا به همین شکل قاچاق یا غیر اصولی می آمد. ریفورما را ثبت نمیکردن، کنترل نبود. اما حالا ما در همه گمرکات نماینده داریم. فی الحال که ما امروز شما صحبت میکنم 130 موتر دوا و دارو در گمرک قندهار معطل است. به خاطر چی؟ به خاطر که هیچ اسناد نداره. اسناد چی؟ اسناد تضمین کیفیت نداره، بیلی رسمی از طرف کمپانی نداره، پریفورم نداره، دواهای مجهول الهویت است. ما یک مثال همینجا دکتر صاحب که از شما باز شکایت میشه به وزارت صحت عامه، به ریاست الوزرا، به هر جایی که دکتر عبدالباری نمیمونه ما را. بله، شکایت حتما از وقتی که یک شخص کار میکنه معامله نمیکنه حتما شکایت میشه. اگر خدا نخواسته ما معامله گر میبودیم یا معامله میکردیم خالی هیچ گپم نمیبود. این شکایت به کارتون اثر نمیکنه؟ هیچ اثر سر ما نمیکنه. ما مبارزه خود دوام میتیم. ما 6:30 بجه 7 بجه به دفتر خود حاضر میشم. صبح نماز در خانه میخوانم، حرکت میکنم، چای صبح ما دفتر خود میخوانم. شب از 8 بجه یک روز هم ما بیرون نرفتیم الا ماشاءالله اگه یک کاری ضروری برای ما پیش میشه باز بریم. حتی تا 10 بجه شب ما اینجا کار میکنیم. کوشش میکنیم، ما مبارزه میکنیم، چون ما میفهمم که پرسان 40 میلیون نفوس در روز قیامت در روز آخرت از ما میشه.